اول کتاب شما معرفی میکنم، بعدش ارزش زبان آموزی رو میگم یک نکته، بعد میریم ادامه درس حروف کوچک که دیروز ما شما حروف بزرگ رو خوانده بودید. کتابی که پیش رو می‌بینیم به نام English Start Pack هست، یعنی اساسات زبان انگلیسی. این کتاب تهیه شده، چاپ شده، میشه که از اداره تهیه بکنید شما. خب اما ارزش‌های کتاب چه کتاب شما انتخاب کردید؟ چون خود بیشتر موافقم که شما که سیستم می‌خوانیم سیستم‌های بین‌المللی بخونید. اما این برای کسایی که تازه انگلیسی شروع می‌کنن یک گام بسیار خوبی، خیلی موثر تمام شده و میشه. و یعنی چندین سال ما رو از این کار کردیم، نشده که یک شبه کپی پیست کنیم شما کتاب تهیه کنیم. چندین استاد رو از این کار کردن. این کتابی که وقتی می‌خوانین دقیقاً یک قانونی به نام 2080 هست. شما به قانون 2080 پی می‌برین. 2080 این یعنی چی به شما میگم؟ 20% از موارد روزمره شما آنقدر مهمه که 80% کاربرد داره. درست؟ مثلا شما شاید هر کدوم شما 10 دست لباس داشته باشین. 10 دست لباس داشته باشین. از اینا فقط یک دو دست بیشتر میپوشین. درست؟ هر کدوم شما شاید چندین تا کت داشته باشین ولی یک بیشتر میپوشین. شاید هر کدوم شما 10 تا دوست داشته باشین ولی با یک دو تاش خیلی ارتباط دارین. یعنی اون یک دو تا همون یک دست لباسی که مثال زدم اونا اهمیت بیشتر به زندگی شما دارن. درست؟ و به انگلیسی هم شما اگه 20% درست یاد بگیرین 80% دیگه میفهمن که مشکلات رو چگونه حل بکنین. یعنی به این کتاب شما میخونین که 20% که مهمه اول همون رو یاد بگیرین. مثال دیگه بزنم. به همین در روز کسی هست دو لغت جدید به فارسی استعمال کرده باشه، نه لغت ادبی باشه. هر کس هست دست بالا کنه. نبود. درست؟ بم یک ماه اخیر شما کسی بود از بین شما که 5 تا لغت جدید به فارسی ها، نه به انگلیسی، به فارسی لغت جدید استفاده کرده باشه. لغت ادبی جدیدی استفاده کردید. پس همه لغات تکراری خود روزانه استفاده میکنید. همه قسم هست یا نه؟ دقیقاً به انگلیسی هم بعضی مواردی که خیلی مهمه شما روزانه اون سر کار دارین. بعضی مواردی هست که شاید بعد سال، بعد 5 سال شما اون سر کار داشته باشین. برای شروع با این کتابی که شما معرفی کردم شما با 20% آشنا میشید که اینا مهمترین هاین. باید دور از اینا بیشتر تمرکز بکنید. سه شد هر جا که نیاز به چالش کشیدن هست ماشاءالله 20 نفر میشن. من به چالش بهش میگم نه استاد جان میتونیه. من روزانه 5 تا لغت جدید به محاوره فارسی استفاده میکنم. خب نمیکنیم ما شما. درست؟ دقیقاً انگلیسی هم قسم. برای شروع نیاز نیست که همه موارد ثقیل شما تمرکز کنیم دل شما از انگلیسی بعد شو فرار کنیم. نه. به انگلیسی رابطه گویا برعکس فارسیه. اگه به فارسی کسی خوب صحبت کنه، خوب شنونده خوبی باشه، ولی نتونه بنویسه و بخونه برای میگم چی؟ بی سواد. به انگلیسی موضوع برعکس فکر کنین. هر چی که شما نوشتن شما خوب باشه و خواندن شما خوب باشه ولی نتونید صحبت کنین، شنوای خوبی نداشته باشین، شما به انگلیسی میشین بی سواد. از این خاطر پس 20% موارد مهمیه. و این نه تنها کتاب به انگلیسی آموختن، شما کسایی که عربی میخونین، ترکی میخونین، هر زبان دیگه میخونین، در این کتاب راهکارهای به شما گفته شده که رو از این موارد بیشتر تمرکز کن. وقت خود رو ضایع نکن به مواردی که فعلا لازم نداری. یا اینکه زبان رو برخو سخت تلقین نکن. خیلی هستن ما زبان بخونن فکر میکنن خیلی سخته. سخت نیست. فقط شما باید 20% در دریابه. درست شد؟ قانون 20/80 متوجه شدین؟ 20% مواردی که خیلی کاربرد داره، 80% کاربرد داره. یعنی اون 20% رو شما در این کتاب فرا میگیرید. و بعدش چه کار میشه؟ کتابی که میبینین چون من استارت پک گفتم، یعنی مجموعه از سلسله کتاب‌های بین‌المللی جمع‌آوری شده، مخصوصاً سیستم امریکن انگلیش 5 سیستمی که ما اینجا تدریس میکنیم. از کتاب استارتر از او یک و دو از او جمع‌آوری شده، نکات گلچین شده. اینجا بفرمایید. نکات گلچین شده. کسایی که کتاب رو میخونین با اساسات آشنا میشین، بعدش از شما امتحان گرفته میشه. اونایی که ضعیف‌تر عمل کردین استارتر میخونین، اونایی که بهتر بودین میرین فایل یک میخونین، اونایی که خیلی خوب بودین تاپ بودین میتونین از فایل دو هم شروع بکنین. حتی بعضی از شما اینجا بشه. حتی بعضی از شما همین چیزی رو صنفی خود انتقال میکنین. حتی بعضی از شما دوست وقتی کتاب رو میخونین خودآموز زبان میشین. دقیقاً میفهمین بعد کدوم قسمت‌ها بیشتر تمرکز بکنین. حتی میشه که از اینترنت از دیگه جا خود شما کلیپ‌های بگیرید نگاه کنید، خودآموز زبان بشین دیگه. ما مزاحم شما نشه، شما مزاحم ما نشه. به هر حال مزاحم کنیم شوخی کردم ولی خب دیگه راه به شما نشان داده میشه. یعنی اینجا شما فقط ماهی خوردن یاد نمیگیرین بلکه ماهیگیری رو یاد میگیرید. و با این کتاب شما با این موارد آشنا میشین. درست ان شاء الله. و دوستای گل یکی ویدیو ثبت میشه خدمت دوستا آنلاین هم پخش میشه. این همزمان شاید برای من کمک ثقیل‌تر باشه، همزمان شما رو مدیریت کنم کاور همیشه باشه ولی میتونید کاملا جداگانه بگذارم. اما به خاطر که یه قسم جذابیت بیشتر داره، بهتره داره، هم برای دوستایی که آنلاین درس رو تعقیب میکنن هم برای شما. چون صنف یک محیط حقیقی میگیره. بخون یک از استادای آنلاین دیدم وقتی صحبت میکرد خود خواب گرفته بود، خمیازه میکشید. یعنی استاد به سر صنف پیش که چون شاگردا خونی اند یک کامره خلاص
او رو خمیازه میگیره، خواب میگیره، دیگه شاگرد خوبی از میگه ببین خوشم پس آزادن. از خاطر صنف آدم جذاب باشه. هر وقت هم خواستم بگیم میشین بگین که به شما این موارد بگم که ان شاء الله بخندیم، قدم خوشحال باشیم، زبان میکنیم. و دیگه کسایی که آنلاین یا حضوری وقت به صنف میان فکر خود رو خالی کنیم از دیگه. یک ساعت یک ساعت وقت دارین اینجا. او یک ساعت را که دیگه هستیم موش شما متعدی کن هم هستیم موش شما متعدی کن. صنف هم هستیم موش متعدی کن. ما شما سر نماز هم هستیم موش متعدی کن. من دکون هم هستیم موش متعدی کن. خب کی ما نماز بخونیم؟ حالا به صنف که اصلا دیگه خواهشان اگه عاشق اگه معشوق اگه هر کار داریم پیام مهمی هم کنار بذاریم. یک ساعت گوشیام سایلنت باشه به شمول گوشی خودم. یعنی یک ساعت دقیقاً درست تمرکز کنین و یاد بگیرید. درست ان شاء الله دوستای گفتم. خیلی خوب. این از کتاب که به شما گفتم. درباره کتاب کدام سوال چیزی نمونده. ان شاء الله مطمئن باشین که وقتی کتاب رو بخونین خود شما خودآموز زبان میشین. جزاکم الله خیر. میریم روی حروف کوچک که به انگلیسی میشه بگین capital letters. capital یعنی بزرگ، small letters. او تا میشه بگین ولی بهترش، عربی ترش، رسمی ترش است که بگین که upper case یعنی حروف بزرگ. دیروز خونده بودیم. چی میگن؟ upper case. و حروف کوچک هم میگن lower case. lower case یعنی حروف کوچک. حالا ما چگونه می‌نویسیم خوب متوجه باشین. حرکت دست رو متوجه باشین. شما کتابچه شما 4 خط منظم بنویسین، خط شما معقول‌تر از خط هم در میآید. قبل از شروع بشه یک لطیفه جالب بگم. این لطیفه نیست بلکه واقعیت میشه. شاگرد خودتون که وقت حروف رو بخوان. استاد حروف کوچک رو بخوانم یا حروف بزرگ. تلفظ حروف کوچک و بزرگ از هم هیچ فرقی نداره. باز فردا که اون گفتم وقت حروف بگم بگم حروف کوچک رو بخوانم یا حروف بزرگ، تلفظ یکیه، فقط شکلایی که باید بشناسین کمی متفاوته. خب حرف اول انگلیسی چی بود به شاگرد؟ آفرین. دیگه آ یا ا نمیگیم. چی میگین؟ A. دومش B. سوم به همین ترتیب آفرین. دیگه ها F. دیگه H. آفرین. I. دیگه J. K. L. M. دیگه آفرین. حرف بعدی او. دیگه آفرین. S. R. S. T. U. V. W. W غلط. W. آفرین. دیگه X. Y. Z. درست شد. خیلی خوب. حالا بعضی نکات درباره حروف کوچک هست به شما میگم و جلو میرین ان شاء الله. بچه‌ها گل از حروف کوچک بعضیا به سه خط بالا نوشته میشن، بعضیا به 2 خط وسط، بعضیا به 3 خط پایین. اگه شما در نظر بگیریم تمرین بکنیم برای همیشه خط شما مقبول در میاد. حتی کسایی که از خط راضی هم نیستین استاندارد در نظر بگیریم خط شما خوب منظم میشه. اگر خط شما میشه تو گنده میمونه. درست شد. برای اول هیچ کوشش نکنید که شما میتونید دست خط شما خیلی از راه هر قسم دل شما قانون رو ایجاد کنید. اول قانون پیروی کنیم، بعدش باز خلاقیت خط نویسی دست شما میاد، خوشنویسی هم داره میشه بکنید خط شما بخی خوب بشه. حالا دوستای گل بعضی حروف که میلان به سمت بالا دارن، یکیش B، دومیش دیگه B D F دیگه H دیگه آفرین K L و چند تا شد میگم 7 تا. یعنی حروف B D F H K L T اینا به خط بالا نوشته بشن. حروفی که به خط پایین نوشته میشن کدام است؟ G J آفرین P Q Y. حروفی که به خط پایین نوشته میشن G J P Q Y. پس 7 تا به خط بالا، 5 تا به خط بقیه به کجا؟ به 2 خط وسط. تمامی بود حروف